тавам омадани ду ҷашн рӯзи модар ва наврӯзи хуҷастапай дар кишвари биштосои мо худ рамзи баҳори шукуфони сарзамини аҷдодиямон мебошад. зеро зан модар худ гул ва баҳори зиндагии башар аст. дар ин маврид яке аз бузургони гузашта барҳақ фармудааст: ҳеҷ гули атр ранг ва зебоии модарро надорад. با نظر داشت نقش مؤثر بانوان در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، راهبر دولت محترم امام علی رحمان همیشه مسئله تأمین حقوق و منفعت‌های زنان و مادران را در محور سیاست خود قرار دادند. برای بهسازی وضع زنان ابتکارات سازنده آنها را پیوسته دستگیری و بهر عملی شدن اقدام‌های نیک و نجیبشان همه‌جانبه زمینه و امکانیت‌های مساعد فراهم می‌آورند. در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان برای تأمین امکانیت‌های برابر مردان و زنان زمینه‌های قانونگذاری مستحکم گردیده ده‌ها سندهای معیاری حقوقی قبول شد که به بهبود بخشیدن وضع اجتماعی زنان و دختران مساعدت می‌نماید. علاوه بر این، در اساس سفارش‌های پیام پرزیدنت کشور تنها در 4 سال اخیر 3 سند مهم استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030، برنامه دولتی تربیت، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران بالایوقت برای سالهای 2023-2030، برنامه دولتی رشد عائله در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 و برنامه دولتی پیشگیری و زورآوری در عائله برای سالهای 2025-2030 قبول گردید. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد عملی نمودن هدف‌های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 با در نظر داشت تا به 30% رساندن تعداد خدمتچیان دولتی و تا به 25% رساندن کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران بالایوقت تدبیرهای ضروری عملی نموده است. توسط راه‌اندازی این چاره‌ها از حساب جوان دختران با استعداد کادرهای نو آماده گردیده تعداد زنان در سطح قبول قرار باز هم زیاد می شود. بانوان تاجیک به سمت اعضای حکومت و پارلمان، نماینده مقامات سودی، حفظ حقوق و ترتیبات با شرفانه مسئولیت اداره کنی را بر دوش دارند. طی سالهای 2020-2024 ده‌ها زنان و دختران بالایوقت طبق امر و فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان به وظیفه‌های راهبری کننده تعیین گردیدند. با مقصد بهتر گردانیدن وضع اجتماعی زنان و بانوان، حفظ حقوق و منفعت‌های عائله و مادر و کودک، حل مسائل‌های وابسته به رشد و ثبات عائله، فراهم آوردن شرایط مساعد کاری به زنان و بانوان در دایره برنامه و استراتژی‌های قبول شده دولتی مرحله به مرحله تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. محض مقام و منزلت زنان و بانوان در دوران صاحب استقلالی خیلی بالا رفت و این است که شروع از آن همون فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بلند برداشتن تدبیرهای مقام زن در جامعه بود که در اساس آن همین فرمان ده‌ها سندهای معیاری حقوقی به تصویب رسیدند و این است که همه ساله زنان و بانوان در برابر آنی که امروز زن بانوی تاجیک رسالت مادری، رسالت همسری را به عهده دارد و باز رسالت راهبری را سربلندانه اجرا نموده ایستاده است. امروز تعداد زنان و بانوان در تمام ساحه‌های مختلف جامعه نظررس است. امروز زنبانوی تاجیک آموزگار است، زنبانوی تاجیک طبیب است، امروز زنبانوی تاجیک در راهبری خواجگی‌های دهقانی را به عهده دارد. امروز تعداد زنان و بانوان چه در خدمت دولتی و چه در وظیفه‌های راهبری کننده خیلی زیاد گردیدند. امروز تعداد زنان و بانوان ما در ساحه خدمت دولتی 25% را تشکیل می‌دهند و در وظیفه‌های راهبری کننده باشد 20% را امروز زنان و بانوان ما تشکیل می‌دهد.
امروز زنان و بانوان تاجیک به خاطر رشد ساحه‌های حیات جامعه و دولت از جمله در صف قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق صادقانه خدمت می‌نمایند. در مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه و عالی کسبی از جمله در خارج کشور هزارها دختران با استعداد به تحصیل فرا گرفته شدند. از دانشجویان تاجیک که حالا در دولت‌های خارجی تحصیل می‌کنند قریب نصف آنها دختران می‌باشند. در زمان صاحب استقلالی هزارها نفر دختران تحصیلات عالی گرفتند. در این دوره شماره زیادی لیاقتمند و بلند اختصاص به خدمت دولتی و اداره‌کنی دولتی جلب کرده شدند. امروز بانوان تاجیک در برابر فعالیت در نظام خدمت دولتی کارخانه‌های 3 ساله و خدمترسانی تأسیس داده همچون صاحبکاران موفق صاحب اعتبار و آبرو گردیدند. وضع اقتصادی جامعه امروزه تاجیکستان و روند اقتصادی بازارگانی دایره فعالیت زنان را بیش از پیش زیاد نموده. شماره صاحبکاران انفرادی عمل کننده و راهبران خواجگی‌های دهقانی از حساب زنان افزایش می‌یابد. جدا نمودن قرض‌های امتیازناک یکی از وسیله‌های بلند برداشتن اقتدار اقتصادی زنان و عائله‌ها به حساب می‌رود. با دستور سرور دولت تشکیلات قرضی نظام بانکی به زنان صاحبکار میلیون‌ها سامانی قرض پیشنهاد کرده است. با مقصد انکشاف اینستیتوت‌های جامعه شهروندی، دستگیری صاحبکاری، تأسیس جای‌های نوی کاری، با کسب و هنرآموزی جلب نمودن زنان و دختران در اساس قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان، گرانت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باید به فعالیت صاحبکاری زنان تأسیس داده شد که همچون تجربه مهم برای دستگیری زنان ارزیابی می‌گردد. همساله با این مقصد از بودجه دولتی میلیون‌ها سامانی برای لایحه‌های مقصدناک جدا کرده می‌شود. در مسئله دستگیری نمودن فعالیت هنرمندی، فعالیت صاحبکاری زنان و بانوان قید کردن ضرور است که از سال 2006 تا این جانب با تشبث و دستگیری پیوسته پیشوای معظم ملت، گرانت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای رشد فعالیت صاحبکاری زنان و بانوان، بلند برداشتن وضع اقتصادی عائله‌ها، تأسیس دادن جای‌های نوی کاری برای زنان و بانوان و همزمان به کسب و هنرآموزی جلب نمودن زنان و بانوان مورد عمل قرار دارند و همه ساله، یعنی که از سال 2006 تا سال 2014 اگر مبلغ‌های گرانتی همگی برای 40 لایحه 1 میلیون سامانی را تشکیل داده باشند، سال تا سال یعنی که تعداد لایحه‌ها و مبلغ‌های گرانتی افزون گردیده ایستادند و سال 2024 ما با یک قناعتمندی اظهار کرده می‌توانیم که دستگیری و غمخوری نوبتی پیشوای معظم ملت بود که سال 2024 مبلغ‌های گرانتی از 2.5 میلیون به 5 میلیون سامانی رسانیده شدند و تعداد گرانت‌ها از 80 عدد به 120 عدد رسانیده شدند. و امروز در مورد مانیتورینگ نمودن فعالیت صاحبکاری زنان و بانوان بازگوی آن است که امروز زنان و بانوان ما نه فقط همچون چیوران چیرده است، بلکه امروز همچون هنرمندان اصیل، یعنی که دایره ساز و پایافزالدوز و مکانیک اتومبیل‌ها چنانی که در بالا قید کردیم، یعنی که ساحه نیست که در آن زنان و بانوان فعالیت گسترده خود را نداشته باشند. و محض عملی گردیدن گرانت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای زنان و بانوان ما امکانیت داد که از یک طرف اگر وضع اقتصادی عائله‌های خود را بلند بردارند، از طرف دیگر زنان و بانوان خانه‌نشین را می‌توانند که با جای‌های دائمی کاری و موسمی و همزمان به کسب و هنر آموزی هدایت نمایند. در زمینه عملی گردیدن گرانت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کارخانه‌های خرد استحصالی مورد استفاده در تمام شهر و نواحی مملکت مورد عمل قرار گرفتند و امروز زن بانوی تاجیک می‌تواند که در این آن کارخانه استحصالی خواه دوزندگی باشد، خواه چکندوزی باشد یا خواه سوزنی دوزی باشد، گل دوزی باشد، یعنی که در ساحه‌های مختلف هنرمندی و فعالیت صاحبکاری می‌تواند که هنر خود را صیقل دهد. از حساب مبلغ‌های گرانتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای بانوان صاحبکار کشور مبلغ‌های بی بازگشت جدا گردید. در نتیجه هزارها زنان خانه‌نشین با کار تأمین و صدها نفر دیگر به کسب آموزی فرا گرفته شدند. علاوه بر این، سال 2018 طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان 108 نمود فعالیت خانگی از انداز کاملا آزاد گردید
که برای به طور وسیع برآمدن فعالیت صاحبکاری زنان و دختران مساعدت می‌نماید. کارخانه ما در ناحیه عبدالرحمن جامی قرار دارد. زیاده از 12 نفر جای کاری داریم. این هم باشد دائمی، موسمی تا 20 نفر هستند. اینچنین هنرمندانی که در خانه فعالیت میکنند ما به آنها نیز فرمایش خود را میدهیم، در خانه تیار میکنند. از این لحاظ هنرمندان ما که در خانه هم مادر هستند و زنی خانه هستند صاحب جای کار شدند، صاحب درآمد شدند که به عائله آنها یک سبکی میآورد. رحمت به محترم جناب عالی که ما را چی با گرانت های پرزیدنتی چی با دستگیری های کشوده شوی کارخانه ها ما را دستگیری می نماید. در جواب به همه غمخواری های جناب عالی وعده می دهیم که ما رشد هنرهای مردمی را چی در ناحیه چی در سطح جمهوری تبلیغ دهیم. من گرانت پرزیدنتی گفتم رحمت به جناب عالی که برای گرانتاش برای دستگیریاش این زنهای بیکار کار داده است. این قدر همه زنها نان میخورن کار میکنن. از او رحمت به جناب عالی در کارخانه ما 35 نفر زنهای چکندوز کار میکنن. همه امیو با دستگیری نمی شاگرد تیار کردیم در زخیز نان میخورن کار میکنن. همه امی بخه چون ازی کار کرده و محصولات چکنه برآورده استیم و تمامی جمهوری چکن تقسیم کرده استیم. تشکر به جناب عالی که ما مادران را دستگیری نموده است و هنرهای در غفلت رفته پیشینه را از سر نو احیا نمودیم. بعد ما این گرانت پرزیدنتی را گرفتیم برای پوردوزی یعنی قراقدوزی دوره قدیمه مادرای ما که در کرپه و کرپچه ها میکردن و در گهواره ها میکردن و برای همین از غفلت رفته بود. امروز به دستگیری پیشوای معظم ملت از سر نو زنده گرداندیم و چندین مادری در خانه نشین به این کار مشغولن و از هنرهای مردمی 1 سال شد که زندگیشون کم و بیش هم پیش میبرند و در سطح ولایت جمهوری و میخواهیم آینده در سطح تمام جهانی معرفی کنیم هنرهای دوره قدیم مادرای ونجر و میخواهیم که در آینده چکندوزی را در ناحیه ونج به هنرهای مردم احیا کنیم. امین خواهش من امینه که همه مادرها را باید به چکندوزی جلب کنیم، چون که این امر جناب عالی در 2022 به خدمت بیم اساسا که من سخنرانی جناب عالی ده گفت یادگیری برای مردم ختلان بآموزی. اینو نشوه که برای تیاره ای ختلان بیاره در ونج بمونی، محنت کنی، زحمت کنی، یادگیری. ما هم باشد گپ جناب عالی را در زمین مونده امین هنری چکندوزی انشالله با چندین مادر و دخترای خودمون نشان میدیم و احیاش میکنیم. نتیجه عملیگردانی لایحه‌های عملی شده گواهی میدهد که بانوان تاجیک در سمت احیای هنرهای ملی، تأسیس کارگاه‌های خرد، رشد هنرهای دستی قالین بافی، سبد بافی، کشیده دوزی، دوزندگی، دایره سازی، کفش دوزی، پرورش چاروا، پرنده، ماهی، کارکرد میوه‌های خشک و رشد ساحه کشاورزی ملکه‌های کارآفرینی به سابقه دارند. سال 1997 پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان در انجمن سیوم اتحادیه‌های زنان سازمان‌های غیر حکومتی بانوان جمهوری پیشنهاد نموده بودند که کوتای مخصوص برای تحصیل در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور از حساب ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه‌های دوردست کشور جدا کرده شود. با این مقصد شروع از سال تحصیل 1997-1998 برای قبول داوطلبان جوان دختران از شهر و ناحیه‌های دوردست کوهستان جمهوری در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور کوتای مخصوص جدا کرده شد. سالهای 1997-2024 طبق کوتای پرزیدنتی از 61 شهر و ناحیه 20 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری هزارها نفر دختران و پسران ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و تحصیل در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی فرا گرفته شدند. در این دوره هزارها نفر دختر طبق کوتای پرزیدنتی مکتب‌های عالی کشور را ختم نموده در ساحه‌های گوناگون به نفع دولت و جمعیت با عزم و تلاش و تشبس‌های سازنده فعالیت دارند. در برابر کوتای پرزیدنتی برای دستگیری و هوسمند نمودن دانشجو دختران استیپندیاهای گوناگون از جمله پرزیدنتی تأسیس داده شد. نتیجه چنین دستگیری و غمخوری‌های حکومت است که عین زمان در ساحه معارف و علم جمهوری تاجیکستان اکادمیک‌ها، پروفسوران، دکتران علم، نامزدهای علم و دادسنتان
از حساب زنان فعالیت دارند. شروع از سال 1997 این جانب محض در طی 28 سال آخر زیاده از 11600 نفر دختران ما طبق کوتا های پرزیدنتی مؤسسه های تحصیلات عالی را ختم نموده امروز در وظیفه های گوناگون کار و فعالیت نموده ایستادند. حکومت کشور برای به هنرآموزی جلب نمودن زنان و دختران تشکیل کارخانه‌های کارکرد محصولات گوناگون از جمله زرگری و دوزندگی و رشد صاحبکاری خرد و میانه توجه مخصوص ظاهر می‌نماید. نتیجه همین است که مسئله تأمین زنان با کار دوره به دوره حل خود را پیدا می‌کند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که سال‌های اخیر به تحصیلات کسبی جلب نمودن زنان و دختران خوب به راه مانده شده است. در این دوره صدها دختران و بانوان به آموزش کسبی فرا گرفته شدند. با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان محصول دستان بانوان هنرمند و گلدست تاجیک سال 2018 چکن و سال 2023 در نامیناسیون علاهیده و مشترک دانش و تجربه های عنعنوی استحصال متاحهای اطلس و ادرس به فهرست میراث غیرمادی و فرهنگی یونسکو وارد گردید. برگزاری همساله فستیوال و آزمون‌های جمهوری 100 رنگ چکن، جلوه رنگ‌ها، اطلس و ادرس و غیره برای پیشگیری بیگانه پرستی و تقلیدکاری، بلند برداشتن مقام و منزلت لباس ملی، رشد هنرهای مردمی، اطلس و ادرس بافی، گلدوزی ملی، چکندوزی و معرفی صنعت و هنر والای مردم تاجیک در عرصه بین المللی، احساس وطندوستی و خویشتن‌شناسی، افتخار وطنداری، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن، فرهنگ و ادبیات، رسم و آیین‌های ملی و مردمی مساعدت می‌نمایند. حکومت کشور همزمان برای رشد کارهای خانگی، کاسبی، هنرآموزی و تأسیس کورس‌ها، جلب زنان و دختران خانشین به شغل و هنرآموزی و به این وسیله بلند برداشتن سطح زندگی اهالی امکانات‌های وسیع فراهم می‌آورد. مسئله تندرستی زنان در مرکز توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته. با نظرداشت اهمیت بزرگ اجتماعی و سیاسی این مسئله و مساعدت کردن به حل آن ده‌ها سند معیاری حقوقی قبول گردید. از جمله استراتژی ها و برنامه‌های ساحه تندرستی، نقشه‌های ملی اید به تامین حفظ سلامتی مادران، سالمی مادر و کودک، سالمی و حقوق‌های رپرودوکتیوی قبول شد که هدف اصلی آنها حفظ سالمی زنان و مادر و کودک است. وابسته به این در پیام پرزیدنت کشور به مجلس عالی آمده است که برای باز هم بهتر نمودن سطح و صفت خدمترسانی طبی و دسترسی اهالی به آنها تنها در دوام سالهای 2022-2023 132 مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتری ساخته به استفاده داده شد. از جانب حکومت کشور در سال 2023 قبول گردیدن استراتژی رشد حفظ اجتماعی اهالی برای دوره تا سال 2040 و برنامه مجموعی اجتماعی اهالی برای دوره تا سال 2030 که حفظ منفعت‌های زنان و عائله یکی از هدف‌های مرکزی آنهاست، به حل مشکلات و مسائل جای داشته مساعدت می‌نماید. با مقصد تکمیل زمینه‌های قانونگذاری حفظ منفعت‌های اعضای عائله با نظرداشت خصوصیت‌های زمان معاصر، حفظ حقوق انسان خصوصاً زنان و کودکان، حفظ منفعت‌های عائله همچون نهاد اجتماعی و مکان تربیت فرزند، قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله درباره برنامه دولتی رشد عائله در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 به تصویب رسید. در زمینه دستگیری‌های پیوسته دولت و حکومت مملکت امروز زنان و بانوان ما با دست آوردن مقام و منزلت ارزنده خود می توانند که در رشد دولتداری، در رشد جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی سهم نظررس خود را گذارند و در جواب به این غمخوری‌های دولت و حکومت مملکت خاصتا پیشوای معظم ملت ما کوشش میکنیم که فرزندان سالم و صالحه، فرزندان وطن دوست و وطن پرست را به کمال رسانیم و همچون پرچمبرداران دولت و ملت تاجیک می توانند که در عرصه بین المللی هم در چاره‌بینی‌های ورزشی هم در چاره‌بینی‌های علمی سهم گسترده خود را گذاریم. خوشایند است که
مادران، بانوان و دختران تاجیک در همه دور و زمان در مشکلترین روزهای دولت و ملت، در سنگینترین لحظه های حیات مردم با یک تحمل و طاقت پذیری، خیرد و اندیشه پاک و تندرستی و صداقت به ملت خود تکیهگاه با اعتماد بودند و هستند. در مدت 33 سال استقلال دولتی، حکومت کشور توانست نقشه و مرامهای سازنده خود را در رشد و تکامل جامعه توسط نیروی سازنده بانوان عملی سازد. امید است که زنان و مادران عزیز همچون نیروی قوی سازنده و آباد کننده منبع هم در رشد کشور سهمگذاری نموده به خاطر پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان عزیز رسالت مادرانه خود را با صداقت و استواری ادامه می‌دهند.